خدا رحمت کنه آقای صابری. یه 2 تا منظومه بلند من داشتم مثنوی که به صورت مسلسل و به صورت سلسله پشت سر هم چاپ میشد که این منظومه چون یک برچکادی از هر دو منظومه به صورت مختصر جمع شده، طبعا کوتاهی هایی درش هست، از جمله این که یکی از بخش هایی که شاید من بی‌دقتی کردم توی تدوین این شعر، همون بخشی که به هر حال وقتی که طرح مشکل میشه اون جواب مشکلات هم باید باشه و به نوعی از دامنه نومیدی فراتر بره و امید هم بده در طنز. اینجا به نوعی به بست و شک، قسمت بست و شک باش طرح شده، اون قسمت نهایی و انتهاییش که بخش امید آفرینشه شاید نیست. در حال ما این پیش شما در دل بکنیم و دارم که بپذیرید. بیان شعر عامیانه و محاوره است. ای جماعت چطور حالاتتون، قربون اون فهم و کمالاتتون، گردنتون پیش کسی خم نشه، از سر بنده سایتون کم نشه، راز و نیاز و بندگیتون درست، حساب کتاب زندگیتون درست. باز یه هوا دلم گرفته امروز، جون شما دلم گرفته امروز، راست و حسینیش نمیدونم چرا، بینی و بینیش نمیدونم چرا، فرقی نداره دیگه شهر و روستا، حال نمیدن مثل قدیما دوستا، شاپرک ها به نیش مجهز شدن، غریب گزا هم آشنا گز شدن. شعرم اگر سست و شکسته بسته است، سرزنشم نکن، دلم شکسته است. آدم دل شکسته بهش حرج نیست، شعر شکسته بسته بهش حرج نیست. تا که میفته دندونای شیری، روی سرت میشینه برف پیری. کمیسیون مرگ میشه تشکیل، گرو میشن بزرگترای فامیل. یه دفعه هم کلاسی ها پیر میشن، همبازی ها پیر و زمین گیر میشن. رمق نمونده تا بریم صبح زود، پیاده تا امامزاده داوود. این رو از زبون محال آورد دارید میگید شما ما نمونده. بله گذشت دوره، ولی خب ما میریم در این حال صبح زود میریم کو هم گاهی. گذشت دوره‌ای که ما یکی بود، خدا و عشق آدما یکی بود. تو کوچه های غربی صناعت، عشق و گرفتن از شما جماعت. درست دیگه توی شهر ما نیست دلی که مثل کاروان سرا نیست. یه چیز میگم ایشالله دلخور نشین، قربون اون دلای تک سر نشین. شهر یکی و محبت یکی و یار یکی. بله شهر بدون مرد شهر درده، قربون شکل ماه هرچی مرده. مردای ده مردای کاه و گندم، مردای ده مردای خان هشتم. مردای پشت کوه مثل خورشید، تو دلشون 1000 جام جمشید. کیسه چپق‌ها به پر شالشون، لشکر بچه ها به دنبالشون. بیل و کلنگشون همیشه براق، قلیونشون برا دماغشون چاق. صبح سحر پا میشن از رخت خواب، یک سر روپان تا غروب آفتاب. 4 تای رستمن به قد و قامت، هیکلشون توپ تنشون سلامت. نبوده غیر گرده گلاشون، غبار اگر نشسته رو کلاشون. آفرین. کلامشون دعا، نبوده غیر گرده گلاشون. بله کلامشون دعا، دعاشون روا، سلام و نون و عشقشون بیریا. مردای نازدار مرد شهرن، با خودشون همین قبیله قهرن. مردای اخم و طعنه بیدلیل، مردای سرشکسته زنزلیل. مردای دکترای حل جدول، مردای نقنقوی لوس تنبل. لعنت و نفرین میکنن به جاده، اگر برن 4 تا قدم پیاده. مردای خواب تو ساعت اداری، تازه 2 ساعت هم اضافه کاری. توی رگاشون میکشه تنوره، تریگلیسیرید و قند و اوره. انگار آتیش گرفته ترمه هاشون، همیشه تو همه سگرمه هاشون. به زیر دست ترشی و عبوسی، به منشی اداره چاپلوسی. برای جستن از مزان شکها، دایره المعارف کلکها. بچه به دنیا میارن با نزور، اغلبشون یه دونه اون هم به زور.
پیش هم از عاطفه دم میزنن، پشت سرم ما واسه هم میزنن. اینجا مهم فقط مقام و پسته، مردای شهری کارشون درسته. مشتی اصلا چای و سماورت کو، سینی باقالی و گلپرت کو. ای به فدای ریخت و شکل تیپت، بوی چپق نمیده عطر پیپت. مشتی اصلا قربون میز و فایلت، قربون زنگ گوشی موبایلت. اون که دهاتی و نجیب مشتی، میون شهریا غریب مشتی. قدیمترا قاتله هم صفت داشت، دزد سر گردنه معرفت داشت. اون زمونا که نقل تربیت بود، آدمکشی یه جور معصیت بود. معنی نداره توی عصر سیدی بزرگ و کوچیکی و ریش سفیدی. تغییر به فکر رونق نقی نیست، کسی به فکر نفع مابقی نیست. مقاله ها پشت هم اندازیه، جناح و باند و حزب و خط بازیه. بس که به هر طرف ستادمون رفت، صراط مستقیم یادمون رفت. ارزشمون به طول و عرض میزه، چقدر میز و صندلی عزیزه. تمام فکر و ذکرمون همینه که هیچ کی پشت میزمون نشینه. یا عمر دو زده چشم و چارت، که خش نیفته روی میز کارت. اونا که مرد و زن دعاگوشون بود، میز ریاست سر زانوشون بود. بیا بشین که میز اگه وفا داشت، وفا به صاحبای قبل ما داشت. قدیم که نرخ‌ها به طالبش بود، ارزش صندلی به صاحبش بود. فقیه اگه بالای منبر میشست، جوون 3-4 پله پایین تر میشست. معنی شأن و رتبه یادشون بود، حرمت مردم به سوادشون بود. روی لبت خوب تبسم باشه، دفتر کار دل مردم باشه. مردا بدون میز هم عزیزن، رفوزه ها همیشه پشت میزن. خلاصه قصه اونقدر درامه که عید پیش دردمون زکامه. فتنه و دعوا سر نون مشتی، دوره آخر از زمان مشتی. جسارتا شعرم اگه غمین بود، به قول خواجه خاطرم حزین بود. دعا کنیم که حالمون خوب بشه تا شعرمون یه ریزه مرغوب بشه. متشکرم. ببخشید. خیلی خوب. آفرین. نه این ما ایرادی نداریم به این که حالا جواب شکوا نیامده و اینا. نه این از اون قبیل نیست. انشاءالله که موفق باشید.